عبدالله ابن زید و پیش پیامبر میآید صلی الله علیه و سلم و میگوید در خوابم مردی را دیدم که دو جامه سبز در تن و در دستش زنگوله. از او پرسیدم آیا این زنگوله را میفروشی؟ آن مرد جواب داد چیکار میکنی زنگوله را؟ عبدالله گفته است آن زنگوله با صدای آن زنگوله ما مردم را به نماز دعوت میکنم. و مرد گفته است آیا از این صدای بهترش را نشان دهم؟ عبدالله گفته است آره، یک صدای بهتر هست. مرد گفته است بگو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. وقتی که این را بر پیش پیامبر میگوید، پیامبر میگوید که انشاءالله این رویای حقی است و این را میگوید در بلال بیاموزید، بگذارید بلال اذان بگوید، زیرا آواز او صدا و صدای زیبا و خوشبو و راست.